پاشو بیا بیرون سرتو بالا کن، پاشو اسم مهسا رو صدا کن، پاشو بیا همه قفلا رو بشکن. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. پاشو بیا بیرون شهرتو پس بگیر، اختیار فریادو دست بگیر. پاشو بیا بیرون دیروزو ول کن. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. پاشو بیا آفیانو نگاه کن، پاشو همه ایرانو صدا کن. بگو ما شب ندوره. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی، زن جان آزادی. بگو به دیوار که ما میتونیم تا آخر راه با هم بمونیم. باشو بیا تا با هم بخونیم. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. رضا بدی که ما توی موهات، رضا به لحظه کوش ما صدا. زن ایران بیان پا به پا. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی، زن جان آزادی. لباس بردگی شب سیاه ما سحر شود تمام
زندگی آزادی برپا خیز برای زن زندگی آزادی برپا. İro geldi ki şerrecini ezdekim kurti uramani bimrine yare gella giunta vigiye kintia popular İro geldi ki şerrecini ezdekim kurti uramani. امروز توده ها برای زندگی می جنگند. نیروی من را گرداریم، بساط کهن را بروبیم. مرگ بر دشمنان مردم، زنده باد دنیای نوین. برافرازید برافرازید پرچم آزادی را، برافرازید بگسلید زنجیرهای جور و ستم، برافرازید پرچم آزادی را. Bişkinin zincire zordariye servraz gün servraz gün servraz gün ala azadi Brandın digirteden aki hatına medvi sosyaliz ve sibeji iro khvashtirchebe ewe biro kame. بحران‌ها خلاصی نخواهند یافت. تنها عزم ماست که سوسیالیسم را برپا می‌دارد. دست در دست هم فردای خوشی خواهیم داشت. آینده از آن ماست. بحران‌ها خلاصی نخواهند یافت. تنها عزم ماست که سوسیالیسم را برپا می‌دارد. دست در دست هم فردای خوشی خواهیم داشت. آینده از آن ماست. سرفراز کن ala azadi سرفراز کن سرفراز. برپا خیز در برابر دشمن، از ریشه ببر درخت بیداد. خاموشی در این زمان به جز جفا نیست. بر ضد هموطن بزن فریاد. فردای ما مثل روز روشنه اگر برخیزی که سرنوشتمون به دست تو به دست منه. اگر برخیزیم که شادی تو دلهامون نمیمیره. اگر برخیزیم که روزگارمون رنگ غم نمیگیره. اگر برخیزیم لا 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 فردای ما مثل روز روشنه اگر برخیزی. سرنوشتمون به دست تو به دست منه. اگر برخیزی شادی تو دلهامون نمیمیره. اگر برخیزی
تأمین انسان پشتم است که لالایی‌اش قصه رستم است. اگر قهر ایران بمیرم کنون شود قصه مرگ من هم فزون. که زن‌های آن را بخوانند باز و سهراب‌هایی بیارند باز. چو ایران نباشد تن من مباد، مرا مادرم بهر میهن بزاد. چو ایران نباشد تن سخت هراسیده ای از دل یک رنگ ما، شرح شجاعت بخوان از خط آهنگ ما. خیزد چندی به دست فکر به آهنگ ما، شیشه در آورده ای تا شکنی سنگ ما. به نفیل گیرنده مادران، به فریاد پاشیده بر آسمان، به خشم خروشیده از خاوران، به عصیان بشکوه نسل جوان. برون کن سر از زیر یوغ بردگی، برآور سرود زندگی. رها کن دل از بغض آن درگران، جهان با همه جهان بگو. رها شو ز قید آرزو، نگه کن به صبح پیش رو. چه مانده از این شب به جز دو لکه غم، به شادی بزن طرح تازه ای رقم. بزن پا به تخت واژگون، بشو دست و صورت به آبشار خون. به مهسا به نیکا به خشم و خون نگر، به آبان از کشت لاله گون نگر. به پروانه ها در حصار پیله ها، به آزاد زربند و حسب میله ها، برای شهیدان خفته در خفا. آه برادر مزن شیشه خواهر بشکن، خامها شو مخور نان حرام است و فن. آنچه به خون شسته ای جان عزیز من است، گوش کن ای هموطن بانگ رسای زن است. برون کن سر از زیر یوغ بردگی، برآور سرود زندگی. رها کن دل از بغض مانده در گلو، تو هم با غمی مرگی ایوان نای سرشانی که وطن رمان. غمی مرگی ایوان نای سرشانی که وطن رمان. غمی ایوا تو ریوقین، غمی ایوا توجموتی، غمی ایوا پینگوی زوبو کشیده بری بیانی آزادی، دلم همو لمکی شادی یادتان بکن. لبر بیانی شادی آزادی یادتان بکن. لبر بیانی شادی آزادی.
istedin peşrevan Virav با کیتن سامی مرگی تکشکار مرگی به با کانتان زبونی سر کتکرانی از کرازگار kolay پیرو باورتان اراده فتوی ایمی به همونوان خمی ایوا تو ریوخین خمی ایوا توجموتی با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران. به خاطر که وقفه‌ای که پیش آمد من مراتب عذرخواهی خودم و تمامی همکارانم را از محضر شما عزیزان اعلام می‌دارم. امشب در غیاب رفیق کانی کرمپور من در خدمت شما هستم. ایشان مقداری کسالت داشتن، سرما خورده بودن، امیدواریم هر چه زودتر بهبود پیدا کنم. به خاطر اینکه برنامه دیرتر شروع شده من از مقدمه صرف نظر میکنم. مهمان ویژه‌ای داریم، رفیق امیر جوادی لنگرودی در خدمت ایشون هستیم، فعال حقوق کارگران و سخنگوی کانون همبستگی با کارگران ایران از شهر گوتنبرگ سوئد. رفیق امیر سلام عرض میکنم خدمتتون و بالاخره ورودتون رو به برنامه تبریک و تهنیت عرض میکنم. من نسبت کاملا به شما و همینطور به شنوندگان عزیز تلویزیون کمونیست سلام درود دارم. عذر میخوام از اینکه با مشکل فنی رو بودیم، ولی خب به همت دوستان شما حل شد. در خدمت شما. زنده باشید. ما هم خیلی خوشحالیم که شما رو در تصویر داریم و صداتون رو میشنویم. پیش میاد همیشه مشکلات تکنیکی معمولاً برمیگرده به سرعت پایین اینترنت، اما سریع میرم سر موضوع بحث امشب ما. همون گونه که خبر دارید ما 3 روز اعتصابات گسترده داشتیم. همزمان با این اعتصابات گسترده تجمعات دانشجویان و همچنین اعتصابات خود دانشجویان بوده و در کنار بازاریان کارگران رو داشتیم، کامیونداران رو داشتیم در شهرهای مختلف ایران. هرچند رژیم
با ترفندهای مختلف مثل پلم کردن مغازه ها یا مسدود کردن حساب بانکی بسیاری از کاسبکارا سعی در شکستن این اعتصاب داشت. اما برای امروز ما دوباره مثلا در شهری مثل نجف آباد یا روانسر یا سنندج دوباره مشاهده کردیم که کاسبکاران اعتراض کردند و با نیروهای سرکوبگر هم درگیر شدند. در کنار این رژیم مستاصل اومده اولین معترضی که از دید من اولین نیست، چون در طی هفته گذشته چند نفر دیگر هم اعدام کرد، بخصوص در زندان زاهدان. اما اون چهره شاخصی که برمیگشت به اعتراضات تهران، محسن شکاری را عمدن امروز اعدام کرد و خبرش هم برخلاف خبر اعدامی های دیگه که معمولا زیاد منتشر نمیشد یا جلوگیری میکردن در همه سایت ها منتشر شد. دلیل این خشونت عریان رژیم رو در چه میبینید؟ خب اجازه بدید من هم از اینجا شروع کنم که ما امروز 17 آذر پنجشنبه 78مین روز پشت سر گذاشتن قتل آشکار مهسا امینی در تهران به خاکسپاری او در آرامستان سقز رو پشت سر گذاشتیم و با این خبر بس اسفبار و که جامعه ما رو تکون داد رو شدیم که الان در پست شما جای ویژه‌ای داره. واقعیت از اینه که 2 روز پیش خامنه‌ای در گفتگویی که با جمع یاران خودش داشته از مسئله به قتل رسوندن همه اونایی که در پیکره این رو در رویها به چنگشون افتاده و در بازداشتشون هستن صحبت اون آورده، به دستگاه قضایی خودش گفته که آقا باید بکشید. هر اون کسی که در مقابل ما وایستاده بایستی جزاش رو دستش بده. محسن شکاری اقتصاد روزگار کارگر رستورانیه که به صرف همراه شدن با اعتصابات شهری در تهران بزرگ در محله ستارخان اون چی که به هر حال در برابرشون هست، یعنی بسیج و قوای سرکوب که مجهز به همه تجهیزات رو در روی با جوانانی که جز مشت، جز سنگ و جز فریادشون هیچی ندارن، تلاش کرده که از موجودیت خودش دفاع بکنه. به تصادف روزگار از جهت جسته و توانمندی کارگریش بسیجی ریغو رو از پا در آورد، دستگیرش کردن و توی این موج دستگیری ها طبق اطلاعی که داستانی که براش تعبیه شده بود اطلاع دادن، او رو به محاربه محکوم کردن. محاربه یا مفسد فی الارض در نظام در واقع باعث گفت که قرون وسطایی جمهوری اسلامی ایران از مصادیق اعدام رو با خودش به همراه داره و در واقع اون چی که صورت گرفت و شکلی که شما به درستی یادآور شدید که وسیع‌ترین پروپاگاندای تبلیغاتی رو کردن، به اعتقاد من بیش از هر چیزی پرتو افشانی برای ایجاد یک رعب آشکار در بین جامعه هست. یعنی محسن شکاری رو زدیم و قراره که همینطوری تا بی‌نهایت پیش بریم. اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب که متوجه پرونده محسن میرشکاری شده، در واقع اینا میخوان با این اعدام پیام وحشت رو به کل جامعه صادر بکنن. صورتبندی زرد شده خودشون رو با این سطح از احکام اعدام ها که در دسترسشونه در واقع به طریقی توی جامعه به عنوان برگ برنده القا بکنن. همواره اون چی که در آپارات پروپاگاندای جمهوری اسلامی ایران تعریف میشه مسئله ایجاد رعب و وحشت در سطح جامعه هست با بسیج هرچه گسترده‌تر سرکوبگری‌هایی که میکنن. مثل اون نمونه‌هایی که شما از سنندج یا به عبارت دیگری کل کاسبکارا و صنوف که در سطح شهرهای مختلف کردستان از سردشت و مهاباد و دیواندره و دهگلان و مریوان و همینطور خود سنندج با فراخوان‌هایی که در واقع
بیشمار توی این فاصله داده شده مغازه‌هاشون رو می‌بستن و در پیکره 3 روز 14 15 16 هم با اعتصاب سراسری هم‌آوا و همراه شدن. اون چیزی که جمهوری اسلامی از خودش نشون داد نه فقط در کردستان بلکه در پیکره شهرهای مختلف ایران، یعنی در شمال کشور، در تهران بزرگ، تو اصفهان، حتی توی جنوب علامت گذاری میکرد مغازه‌هایی که بسته بودن. یعنی در واقع سطح مقاومت ایستادگی خودشون رو در پیکره پیوستشون به اعتصابات نشون میدادن، همه علامت گذاری شد و بعداً که بخوان ترتیبشون رو بدن. ولی خب میبینیم که هیچگاه مردم عقب نمیشینن. اون چی که در دستور کار نظامه که قصدشون ایجاد وحشت و هراس در بین گروه‌بندی های مختلف اجتماعی، در واقع اونا رو به عقب نشینی بار نمیداره. اون چه هم باز به درستی شما اشاره کردید، پیشتر در زاهدان به عبارت دیگر در خطه بلوچستان با کشتن 3 برادر سعی کردن که رعب و وحشت رو در بلوچستان هم گزین بکنن، عملاً به اصطلاح ترفی نبستن. امروز تعداد زیادی از کسانی که در چنگ نظام هستن و در این بیدادگاهایی که برای ترتیب پرونده سازی برای اینها فراهم اومده در مزان همین حکمی که متوجه محسن شکاری 23 ساله کردن متوجه اونها هم هست، از جمله پرونده بس گردن کلفتی رو که با بیشمار اتهام‌ها متوجه توماج صالحی کردن، ربخان جوانی که به هر حال جامعه جوان ما ایشون رو به عنوان یک الگوی ایستادگی و مقاومت میشناسه و میستایه، یا ربخان کردی که ساکن تهران سامان یاسین برای او هم به اصطلاح حکم بس اسفباری رو صادر کردن. و همه اینها در واقع این گونه احکام، صدور این گونه احکام تاکید دارم و باز تاکید دارم برای ایجاد نوعی هراس افکنی توی جامعه هست. ولی اون چه که موضوع استقامت، موضوع پایداری و موضوع ادامه و استمرار این جنبش تا به امروز وانه ایستاده و باز هم نخواهد ایستاد. یادمون نره جامعه به هر سمتی که بره به بعد از قتل به هنگام مهسا امینی باز نخواهد گشت. این جامعه رو به سمتی میره که ازش تحت عنوان انقلاب زن زندگی، انقلاب نوین زن زندگی آزادی یا ژن آزادی یاد میکنن و این تمامیت یک پیکره جامعه 85 میلیونی رو پوشش میده و اشکال مختلفی از این طرف و اون طرف فراخوان میگیره و فراخوانش هم پاسخ میگیره. این ادامه داره. سپاسگزارم رفیق امیر عزیز. پرسشی که اینجا پیش میاد اینه که خب رژیم از لحظه‌ای که سر کار اومد با اعدام‌هایی که روی پشت بام مدرسه رفاهگر عملاً ماهیت خودش رو نشون داد، یعنی از همون روز اول با خشونت، با اعدام، با تیرباران سر کار اومد، اعدام‌های دهه 60. یعنی چیز جدیدی نیست. الان طی هفته گذشته آمار کسایی که حکم اعدام بهشون زدن از 18 نفر به 28 نفر رسیده. هرچند هم سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار دادن، اما رژیم انگار گوشش بدهکار نیست و جوابی نمیده، پاسخی نمیده به هیچ نهاد بین‌المللی. چه کار باید کرد در قبال این اقدامات رژیم؟ مردم، فعالین مدنی، فعالین سیاسی، احزاب چه کار میتونن بکنن که بتونن حداقل بار زیان‌های جانی رو یه خورده کمتر کنن؟ واقعیت مسئله اینه که مردم ما امروز در پرتاب اون چی که ما تو طول این 70 اندوی روز دیدیم کمتر احتیاج به دریافت پیام رسانی امثال من و ما دارن. خودشون بین اینو تجربه کردن. در دنیا هم این انقلاب نوین اونچنان سایه گسترده‌ای از خودش به جا گذاشته که امروز در کمتر جایی از جهان هست که صدای مردم ما رو نشنیده باشن. مردم که میگم در واقع این انقلاب یک پیکر زنانه‌ای به خودش گرفته، بدین ترتیب که زن به عنوان اون نیمه دیگر جامعه هیچگاه در طول حیات 44 ساله جمهوری اسلامی ایران اساساً دیده نشده. هویتش در واقع متوجه قانون‌مداری زندگی او نشده. او رو به هیچ گرفتن
تو عرصه‌های مختلفی، تو بازار کار ندیدنش، تو محیط کار ندیدنش، تو محیط مدرسه ندیدنش، تو دانشگاه ندیدنش. تلاششون این بوده که او رو به پستوی خانه بفرستن، ولی خب دیدیم که چگونه به هویت خودش دست یافت و چگونه تلاشی رو که در فردای بعد از پیروزی انقلاب بهمن تلاش میکرده که به خیابان بیاد و بگه که زن در واقع عنصر جهانی نه شرقی نه غربیه و بر نمیتابه روسری اجباری رو، امروز با صحنه هایی که از مدارس توی دانشگاه تو کف خیابان ها ما شاهدش هستیم، میبینیم که زن با برداشتن روسریش از همون مراسم به خاکسپاری مهسای امینی شروع شده و پهنه عمومی جامعه ما رو به خودش گرفته. توی میادین اکثر شهرها دخترگان جوان روسری های خودشون رو برمی‌دارن و آتش می‌افکنن، پای افشان و دست افشان خودشون رو نشون میدن. امروز دیگه توی جامعه مردان زنانه کردن محیط مدرسه و دانشگاه و مؤسسات و غیر ذالک همه به همه داره به نوعی در واقع دعوا میکنه و جا از فراز جمهوری اسلامی عبور میکنه. به همین دلیل جامعه جهانی نتونسته در مقابل این حوادثی که توی پهنه جغرافیای ایران دیده میشه چشم خودش رو فرو ببنده. اونچه که در اجلاس حقوق بشر اتفاق افتاده و با انتخاب در واقع کمیته حقیقتیاب میخواد ورود بکنن به پهنه نامه‌های معتناقی گرفتن حقوق زنان. تو شرایط اجتماعی جامعه ما خود جمهوری اسلامی رو تکون داده، یعنی دریافته که جامعه جهانی متوجه واقعیت عریان اون چه که مربوط به حقوق دخترگان جامعه، زنان جامعه، مادران ما بوده و هست. آقای لنگرودی، یه مسئله هست. خب شاید جمهوری اسلامی به این توجه میکنه که چون معمولا این احکام ضمانت اجرایی نداره. ما پیشتر هم دیدیم برای مثلا میانمار هم حدود 500 نفر رو یادم میاد در آخرین اعتراضاتی که بود 500 نفر مردم بیگناه کشته شدن. حرف درستی داریم میزنید، اشارتون رو میشه درستیه، ولی واقعیت مثلا اینه که جنبشی که امروز تو کف خیابانه خودشو بر فراز این که این نهاد یا اون نهاد بین‌المللی چگونه میخواد در موردش حد و حدودش رو تعریف بکنه نمیبینه، بلکه خودشو با کارنامه عمل روزمره خودش میبینه. فراخوان سه روزه 14 15 16 رو هیچ نهاد بین‌المللی یا هیچ ستاد عملیاتی پیش بینی نکرده بود. کمیته های محل محور تمامی جامعه بودن که به این نتیجه رسیدن که بایستی با فراخوان عمومی‌تری وارد جامعه. شاید مثلا شابلون کردن 16 آذر به دلیل قدومتی که در عرصه رو در رویاهای جنبش دانشجویی از دیرباز تا به امروز داشته که بایستی حتما آدم تو بحث امروز هم بهش ورود بکنه، خودش شاخص در واقع مهلکه این فراخوان سه روزه بوده. ولی میخوام بگم که حرکاتی که در سطح جهانی هست یک سطح دشواری رو متوجه دیپلماسی موجود جمهوری اسلامی میکنه، ولی مردم چشم خودشون رو روی پایه مادی حرکات خودشون تعریف میکنن و ما هم بیش از هر چیزی میبایستی چشممون متوجه این حرکات باشه. منتها خب جمهوری اسلامی عبارت دیگر جغرافیای ایران در پهنه یک جغرافیای کره ارض داره زندگی نمیکنه، توی همین جهان پهلوان زندگی میکنه که هستی او با ارتباط داشتن با این کشور اون کشور از برجام گرفته تا اتحادیه اروپا گرفته تا آمریکا و غصب لحظه. درسته که در واقع شعار میده، نمیدونم فوش میده به این و اون، ولی مردم خیلی راحت دریافتن که میگن که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. توی نماز جمعه این رو در چشمان امام جمعه نگاه میکنن و این رو راحت میدن، شعار رو به زبان میارن و فوش میکنن به امام جمعه. یعنی مردم به این سطح از واقعیت دست پیدا کردن. شما به درستی اشاره کردید که همه سطوح جنایت‌های آفریده شده جمهوری اسلامی در این در واقع 2 هفته نیست که دهن وا کرده، بلکه برعکس در تمامیت این سال هاست که خودش رو تعریف کرده. از قبل از روی کار آمدنش در جنایت آتش افروزی سینمارکس آبادان دیده و بعد هم تهاجم به پیکره به اصطلاح کردستان، ترکمن صحرا، اعراب جنوب ساکن ایران،
سلسله قتل‌های پرشمار زنجیره‌ای در ایران، حادثه کوی دانشگاه، تجاوز اون چی که در جنبش ضد استبدادی 88 بوده، تو پیکره رو در روی با مردم توی دی 96 بوده، در آبان 98 بوده، در تهاجم به مردم در اصفهان بوده، در تهاجم به مردم جنوب کشور خوزستان بوده، فروریزی در واقع دیواره بزرگ ساختمان آبادان بوده. همه این ابعاد این جنایات و قتل‌های منتج از اون رو مردم ما دیدن، جامعه هم دیده. جامعه جهانی امروز نمیتونه در مقابل قداست اون چی که نیروی جهان جامعه در طول این 72 روز پای کوبن برش پای میفشاره، چشم خودش رو ببنده و سکوت بکنه. اجتماعاتی که امروز توی سطح جهان در چارچوب دفاع از منافع اون نیروی عظیم جوانان دختر و پسر و توده زحمتکشان جامعه ما در از خودش واکنش نشون میده، در سطوح این 44 سال دیده نشده. تجمع 100,000 نفر در برلین، 10,000 نفر توی شهرهای مختلف اروپایی، میخوام اسم ببرم، از پاریس گرفته، فرانکفورت گرفته، برلین گرفته، کلن گرفته، استکهلم گرفته، همین شهر کوچولوی ما گوتنبرگ گرفته تا تورنتو تا واشنگتن. این اجتماعات عظیم انسانی در واقع خروشش متوجه در مرحله اول دولت هاست و نوع روابطی که با حاکمیت سیاسی ایران دارن، خواست بستن سفارتخانه ها، به صفر رسوندن مناسباتشون، مشخصا در ارتباط با سپاه پاسداران قصد لحظه، همه اینها خواستای واقعی نیروی متحول مدافع جنبش آزادیخواهی مردم ایرانه که در جای جای جهان تعریف میشه و هیچ کس نمیتونه این نیرو رو از خیز برداشتنش باز بده. توی همین سوئد قرار بوده که سفیر جمهوری اسلامی به سیاق هر ساله در نمایش جشن نوبل شرکت بکنه. بازخورد اعتراض جامعه آزادیخواه ایرانی سوئد از نوشتن نامه ها و نمیدونم پیام فرستادن ها اونچنان وسیع بوده که دنب سفیر جمهوری اسلامی احمد معصومی رو گرفتن، از اونجا انداختنش بیرون و قراره که فردا گسترده‌ترین تجمع در استکهلم صورت بگیره. این نشانه چیه؟ نشانه اینه که این جنبش با سطح رعب افکنی و هراس افکنی جمهوری اسلامی در درون کشور، با فراهم کردن طناب‌های دار برای گردن‌های بیشماری که تو لیستشن، عقب نمی‌نشینه و عقب ننشستن این جنبش و سطوحی در واقع پیوندی که بین داخل و خارج امروز هست و این دیوارها یک بار برای همیشه شکسته شده. علیرغم اینکه اینترنت رو قطع میکنن، نت رو به صفر میرسونن، در پیشمار کانال خبرگیری و خبررسانی هست که بتونه این دو بازوی داخل و خارج رو تقویت بکنه، زنده بداره و همصدایی با هم بر بیاییم و بتونیم پیش از پیش پیام رسان اون سطوحی از تحول و دادخواهی باشیم که امروز مردم جامعه از خودشون دارن نشون میدن. من صبح وقتی پیام خانم گوهر مادر ستار بهشتی رو بعد از دریافت خبر اعدام این جوان خوندم، اون چنان به اصطلاح اندوه بر من مستولی شد که یک مادر دادخواهی که جوان کارگر خودش رو در یک لحظه هستی بخش زندگی خودش از دست داده و از اون روز تا به امروز به عنوان دادخواه اون پسر از پای نایستاده، چگونه اعدام یک جوان دیگری رو به مثابه اعدام ستار خودش میبینه و فریاد برمیداره که من منتظر اون لحظه ای هستم که خامنه‌ای مرگ مشتبه خودش رو ببینه. اینا جامعه رو به کجا کشوندن که یک مادری آرزوی مرگ بکنه برای یک کسی دیگر؟ و واقع نشانه اینه که جامعه داره به هم بسته میشه، به هم گره میخوره. همه جنبش دادخواهی امروز خودش داره در پیکره رویی با این نظام در واقع به هم گره میزنه. از مادران 88 بگیر تا مادران 96 تا 98 تا بیشمار جنایتایی که توی کشور ما در واقع به نمایش گذاشته شده و اینا همه به همه نشانه پیشرفت این مرحله
از مبارزه جامعه ما رو تعریف میکنه در مقابل چشمان بشریت مترقی. سپاسگزارم آقای دنرودی. مسئولین نظام معمولا این مسئله رو مطرح میکنن، وقتی میان عنوان میکنن در جواب خبرنگاری یا نهادهای بین‌المللی، میگن مثلا این فردی که ما حکم اعدام بهش دادیم چند نفر بسیجی رو زخمی کرده، حتی اینکه بعداً کشته شده در بیمارستان اینم نمیگن، به زخمی شدنشو میگن، اما اشاره به این نمیکنن که آیا جان یه نیروی سرکوبگری که تا دندان مسلح بوده اومده در مقابل جوونی که به قول شما فقط مشتشو گره کرده چقدر میارزه که ما 475 طبق آخرین آمار 475 نفر میزان کشته ها بوده در این نزدیک به 80 روز. و تنها این نیست، سال آبان 98 هم ما همین مسئله رو داشتیم، 1500 تا، قبل اون به همین ترتیب. چشمهای زیادی که در ماجرای اعتراض کشاورزان اصفهانی کور شد، کسایی که چند نفری اونجا کشته و زخمی شدن، یا اعتراضاتی که برای آب در چهارمحال و بختیاری بود، اعتراضاتی که برای هواپیمای اوکراینی بود، همه اینا رو وقتی در نظر میگیرید جامعه دیگه قبول نمیکنه این مسئله رو، اما رژیم باز هم به پروپاگانداش ادامه میده. تا کی میخواد به این قضیه ادامه بده؟ تا کی میخواد به این مسئله متوسل بشه؟ همین امروز سردار اشتری دوباره تهدید کرده، گفته که دیگه تحمل نمی کنیم و هیچ گونه خشونت و اغتشاشی رو بر نمیتابیم. و این نشون میده، نمونهش دیشب بود در حسن آباد سنندج، یعنی هنوز اعتراضات شکل نگرفته بود، فقط چند نقطه آتش روشن کرده بودن، بلافاصله یه جوان را کشتن، یعنی صبر نکردن هنوز شعارها کامل داده بشه، چیزی پرتاب بشه، اصلا تعقیب و گریزی صورت بگیره، نه، بلافاصله شلیک کردن. اینجا باید چی کار کنه؟ جامعه باید چی کار کنه؟ ما میدونیم جامعه بیرون، شما گفتید میتونن فشار بیارن رو کشورهایی که در اونجا ساکن هستن برای اخراج سفیران، برای اینکه روابط سیاسی اقتصادی ایناشون رو کم بکنن با رژیم جمهوری اسلامی. در داخل جامعه باید چی کار کنه؟ تا به حال سرکوب نشده، مرعوب نشده، یعنی در قبال اون حجم سرکوبی که رژیم داشته در طی این 44 سال، اما این به بعد باید چی کار بکنه؟ ببینید، پرسشتون یک تأملی رو برمی‌انگیزونه، به اون اینی که همه دیکتاتورهای روزگار اینن که جمهوری اسلامی داره خودش رو به شکل عریان نشون میده. همین فرمانده سلامی گفته بود که به پایان رسید. از سوی دیگر اعلام داشته بود که تا 3 روز دیگر شما رو تو خیابون ببینیم اعلام میکنیم بله میکنیم. از اون روزی که این حرف زد تا به امروز که 78مین در واقع روز روی تمامیت جامعه رو در مقابل نظام جمهوری اسلامی و به ویژه شعارهایی که از زبان در واقع نیروی پرخاشگر جامعه، از دانشجو و محصل و دبیرستانی گرفته تا اون نیروی مطالبه‌گری که در محیط کار و تدریس خودش از استاد دانشگاه تا معلم و چه آدم میبینه، نشانه اینه که نمیخوان تحت هیچ شرایطی عقب نشینی بکنن و عقب ننشستن اونها وسیله در واقع جدی‌تر شدن این حاکمیت میشه. اون چی که از زمان خامنه‌ای تا به امروز در 3-4 پرده‌ای که خودش نشون داد، اون چی که از زبان فرماندهان سپاهی شنیده شد، اون چی که از زبان رئیس دولت شنیده شد و آدم‌هایی که سعی کردن که توی همین 16 آذر تعبیه بکنن و بفرستن توی سطح دانشگاه‌های مختلف که به جوانان این روز رو تبریک بگن، صحنه‌های بخواید مشمئز کننده‌ای بوده که از یک سو فلاکت اینها رو نشون میده و از سوی دیگر قداست جنبش دانشجویی رو. مثلا من وقتی که فیلم حضور زاکانی شهردار تهران رو در دانشگاه شریف میبینم، اونجا وقتی که صحبت میکنه و عربستان و آمریکا و انگلیس و اروپا رو زایده در واقع فساد و تباهی میشناسه و یک دختر جسور دانشجو از توی جمعیت میگه که خودتون چی؟ و او میخنده و میمونه. یا وقتی که از محیط دانشگاه میارنش بیرون، سوار ماشینش میکنن، باریگارداش دورش گرفتن و دانشجویان تمام مدت در واقع بهش بیشرف قلمداد میکنن. بعدم خشم و کین رو
هم تو چهره بادیگاردای او و هم تو چهره خود زاکانی میبینه این نشانه اوج فلاکت این آدم هاست. یا واسه رئیس دولت توی یک دانشگاهی میره و دانشجویان با آیت الله مرگ قلمداد کردن او رو به عنوان قاتل کشتار تابستان 67 تعریف میکنن. این نشون میده که این جنبش در واقع دشمنان خودشون رو به جا شناسایی میکنن، در مقابلش وامیسته و در تو چشمش میکنه و بهش میگه که آقا بایستی بری. صحنه آفریده شده امام پرانی در بیشمار کوچه و پس کوچه های کشور نشانه اینه که یک سطحی از نشانه‌گیری در قبال اون شعاری که خود این توده جوانان توی کوچه پس کوچه ها میدن آخون باید گم بشه، در واقع دارن نشون میدن که چجوری. نگاه من نسبت به پرسش شما اینه که هر چقدر جنبش ما خسته نشه و خیابان رو به نفع حاکمیت ترک نکنه، میتونه بیش از پیش رو پای خودش بیسته و جمهوری اسلامی رو مستحصل بکنه. اینکه 227 نماینده مجلس بلند میشن و تقاضای این میکنن که آقا اینایی که گرفتین رو در واقع ترتیبشون رو بدین، با همین کلمه مشمئز کننده ترتیبشون رو بدین، یعنی احکام در واقع قضایی و اونچه که جزو مصادیق دستگاه قانون اسرایی قضایی ایران براشون صادر بکنید، خودش نشانه یک سطح از فلاکته. ما الان با یک آپارات یک دست رو هستیم که یک طرفش در هیکل وجودی در واقع اجرایی تو دستگاه قضایی دیده میشه، یک طرفش تو دستگاه مجریه در هیکل وجودی خود در واقع آیت الله مرگ ابراهیم رئیسی دیده میشه، به یک دست در دست قاتل در واقع بچه‌های مردم، قاتل کشتار کوی دانشگاه غالیباف دیده میشه. یعنی سه تیکه‌ای که با هم مچن، در واقع یه پیکره واحدن. اینا آتش بی اختیارانی هستن که در خدمت فرمانده درمانده هستن و نشون داده درماندگی اینها رو که هر چقدر جنبش ما رو به جلو میره، هر چقدر شعارها عمق و وسعت بیشتری پیدا میکنه، اینها غالب تویی میکنن و سعی میکنن که با سطحی در واقع فشار متوجه همین پیکره رو در روی جوانان اونها رو چکار بکنن بقیه میشینی برمیدن. شما ببینید دانشجویی که وقتی که آغاز کرد تحرک خودشو، یکی از شعاراش این بوده که دانشجو تو خیابونه، استاداشون در واقع توی اتاقاشون مثلا ذلیلن. بلافاصله ما با واکنش وسیع استادا روبرو شدیم که بیش از 200 استاد دانشگاه پیوستن به حرکات دانشجویان خودش در این دانشگاه و اون دانشگاه. پزشکانی دیدیم که در اصفهان و شیراز و تهران به خیابان اومدن در مقابل عدم توجهی که متوجه در واقع خونین شدن و زخمی شدن جوانان توی بیمارستان‌های مختلف می‌شدن، از خودشون واکنش انسانی نشون دادن و حتی در واقع چهره‌های شناخته شده هیئت مدیره پزشکان کشور از موقعیت شغلی خودشون استعفا دادن به خاطر اینکه اعتراض خودشون رو به انجام برسونن. در سوی دیگر پزشکان جهان دیدیم که تلاش کردن یک سطحی از پیوند خودشون رو با صدای پزشکان ایران گره بزنن. در برلین شاهد یک دمونستراسیون بزرگ از پزشکان آلمانی و ایرانی بودیم. توی همین شهر گوتنبرگ، جزو شهرهای کوچک در واقع اروپایی هست، پزشکان ایرانی و پزشکان سوئدی همکاران خودشون با همه بخش‌های مختلف واردهای در واقع بهداشتی مناطق مختلف شهر به خیابون اومدن. در مرکزی‌ترین نقطه شهر یک اجتماع بزرگ انسانی رو به نفع جامعه پزشکی اینجا به ثمر رسوندن. این گونه از تحول خواهی که امروز تاکید میکنن در پیوند بین داخل و خارج هست، همواره وسیله میشه که این تقاضا رو ما داشته باشیم که خیابان رو به عنوان یک سنگر واقعی رو در روی با نظام تعطیل نکنید. هر سطح از تعطیل شدن خیابان فرقی نمیکنه این خیابان رو در هیکل وجودی سنندج به عنوان مرکز استان کردستان ببینیم، یا نمیدونم تهران بزرگ ببینیم، یا اصفهان ببینیم، یا شیراز ببینیم، یا مشهد ببینیم، یا الان فردا جمعه است، یک بار دیگه فراخوان‌های مربوط به در واقع زایدان داده شده. چرا این حرکت هر هفته در زایدان تکرار میشه و هر هفته اینا مجبورن از
تمامی استانهای همجوار اون استان نیروی سرکوب به زاهدان بفرستن، به خاطر اینکه اینا در اتاق خلوت خودشون برای از میدون به در کردن امامان در واقع سنی مذهب اونجا نقشه کشیدن و نقشهشون در مجلات در واقع زیرمیزیشون برملا شده و به دست مردم افتاده و مردم امروز خیمه وسیع و گسترده میزنن در بین این امامان خودشون و اونها رو تلاش بکنن که از گزند تهاجم نیروهای سرکوبگر مصون بدارن. شما میبینید که در روز به خاکسپاری مهسا در آرامستان سقز، وقتی که امام نماز اونجا اومد که بر پیکر این دختر نماز بگذاره، یکی از کردهای انسان خشمگین با غرور اومد جلو گفت که شما خجالت نمیکشید؟ دختر ما رو به خاطر یه تارموش از ما گرفتید، امروز اومدید بر سرش نماز بخونید، این نماز بخوره بر برق سرت. خب این خشم نهفته یک مردمی رو نشون میده که صحنه زیبای آفرینش خودشون رو در مقابل هر ستد رو در روی با این در واقع حاکمیت و نمایندگان بلافاصله اونها از خودشون نشون میدن. یه دانش آموز رو میگیرن، 10 دانش آموز دیگر میان صندلیشون رو با گل پر میکنن، جای بایسته اونها رو هر لحظه توی حیات مدرسه فریاد در میارن و حیات بسنده نمیکنن، به خیابان میریزن، اسم دانش آموزی رو که از مدرسهشون گرفتن فریاد میزنن. دانشجویی میگیرن، عیناً همین نمایش تکرار میشه. معلمی رو میگیرن، عیناً همین نمایش تکرار میشه. یعنی جامعه از نفس نیفتاده در طول این در واقع 70 اندی روز و به زبانی باعث گفت که در طول این 44 سال هیچگاه ننشسته. درسته که لطمه و صدمات شدیدی بر پیکر و تنش وارد شده، در پیکره کردستان، در پیکره ترکمن صحرا، در پیکره اعراب جنوب ساکن کشور ما. همون آدرسی که شما دادید در خوش کردن زاینده رود اصفهان، بر چشم کشاورزانی که در اونجا چادر زده بودن، چادرها رو شبانگاه بر سرشون با آتش کشوندن و صبح که شد بر چشمان اونها ساچمه ریختن و بیش از 100 نفر رو کور کردن. اینو جامعه ما حافظه خودش داره، تاریخش خیلی مربوط به گذشته نیست، تازه اتفاق افتاده. یا قتلگاهی رو که با فرو ریزاندن اون ساختمان در آبادان به انجام رسوندن، هنوز که هنوزه آثارش بر تن بدن مردم آبادان هست. این صحنه ها به فراموشی سپرده نمیشه. توی شهرهای مختلف کردستان نه با گلوله ساچمه‌ای یا گلوله جنگی، بلکه با کاتوشا بچه‌های مردم رو توی کوچه پس کوچه های این شهر و اون شهر، دیواندره و پاوا و خود مهاباد به اصطلاح دنبال کردن و اینها تو حافظه مردم جای شایسته ای داره. هیچ مادری، هیچ پدری حاضر نیست بر اونچه که برش اومده به یک عزیزش از خونش رفته به راحتی دست بکشه. نه تو سومش، نه تو هفتمش، نه تو 40مش و نه در سالگردش و نه هیچ موقع از عمرش که در دل حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی هست. و این همه آثار کجا مونده از خباثت، جنایت، کشتار، قتل، آوارگی، دربدری و تبعیدی که برای بیشماران جامعه ما اینها فراهم آوردن، همه به همه بدل به یک جنبش قدرتمند دادخواهی خواهد شد که جلوی اینا رو میگیره. ما توی سوئد چند پیش یک نامه نوشتیم به کل دستگاه آپارات دولت، همین دولت راستی که امروز بر سر کار اومده و نمایندگان ایران اعتبار پارلمان سوئد. ما رو نوشتیم که تو کشور شما بزرگترین دادگاه تاریخی برای محاکمه یک جانی که در کشتار سال 67 تو زندان گوهردشت بوده صورت گرفت و اون آدم به حبس ابد محکوم شد و الان توی زندان کشور شماست. این یک نمونه از ابعاد یک جانی به یک جنایتکار رو نشون میده. اون کسی که بر رأس جنایت آشکار این آدم بوده که تو دادگاه شما به اثبات رسید که این جنایت کرده، در قبال نزدیکی به 100 شاهد و شاکی، بر رأس این آدم توی کمیته مرگ کشتار 67 همین ابراهیم رئیسی بوده که امروز بر رأس دستگاه در واقع مجریه دولت ما هست. شما باید بدونید که با چه کشوری طرف هستید و چگونه
بر سر میثاق‌های اقتصادی و چه برای تأمین منافع کشور شما با این نظام دارید تو طرف میشید. تمام تلاش امروز جنبش آزادی‌خواهی، جنبش تحول طلبی ایرانی توی سوئد اینه که پیکره روابطی رو که در گذشته دولت پیشین با جمهوری اسلامی برهم زده بود همه رو بتونن سر جاش در واقع باطل اعلام بکنن و جامعه سوئد رو از این فضاحتی که توش در طول این سالها به دلیل یک سد از دیپلماسی اقتصادی فرهنگی سیاسی با ایران داشته به صفر برسونه. این تلاش در همه جا داره صورت میگیره و هر چقدر آقای لنگرودی عذر میخوام یه سوال دارم من، اونم اینه، شما به درستی اشاره کردید به یه نکته، اونم اینه که نباید خیابون خالی بشه. من یادمه حدود 2-3 هفته پیش یه گزارش تو روزنامه لوموند فرانسه بود که پرسیده بودن از مجموعه‌ای از اساتید علوم اجتماعی دانشگاه‌های فرانسه، اونم در جواب همینو گفته بودن آیا شما الان یک وضعیت انقلابی رو در ایران برای تغییر رژیم می‌بینید یا نه؟ در جواب گفته بودن هنوز خیابان‌ها کاملا به تسخیر مردم در نیومده. هر وقت خیابان‌ها رو تسخیر کردن، خالی نکردن و اجازه ندادن دوباره رژیم پس بگیره، اون موقع میشه این حرفو زد. برای این نکته رو خدمتتون عرض میکنم که رژیم خشونت عریانی داره، همون جوری که شما بهش اشاره کردید. امروز یه گزارش بسیار دردناکی بیرون اومده، اونم اینه که عمدن نیروهای سرکوبگر مخصوصا برای خانم‌ها یا به صورت یا به سینه‌هاشون یا به اندام جنسیشون شلیک کردن. این بسیار دردناکه. یعنی من فکر نکنم این حجم توحش رو در هیچ کشور دنیا بتوان دید. یا یکی دیگه از نمایندگان مجلس ارتجاعی رژیم امروز با کمال بیشرمی عنوان کرده در مورد تجاوزی که به زندانیان صورت گرفته در زندان‌ها. با بیشرمی میگه ما برای لذت بردن این کارو نکردیم، ما برای گرفتن اعتراف از این زندانیان این کارو کردیم. چه کار باید کرد در مقابل چنین موجوداتی؟ با اینکه میبینن یکی مثل حمید نوری محاکمه شده، یکی مثل جنایتکارهایی که در رایش هیتلری بودن محاکمه شدن یا در دولت پینوشه و ولی اینا چرا درس نمیگیرن؟ همین امروز و دیروز گزارشاتی پخش شده بود مبنی بر این که پیشنهاداتی به دولت ونزوئلا داده شده که سران رژیم برن اونجا. این نیروی سرکوبگر اینو نمیبینه، گوش نمیده از رسانه‌های بین‌المللی، پس چرا بازم بر نمیگرده به جان ملت؟ این گونه پای توحشی میره که رژیم ازش میخواد. ببین عزیزم، این دقیقاً با منفعت دولت‌ها تعریف میشه. دولت چین قرارداد 25 ساله با جمهوری اسلامی بسته، در روزگاری که جمهوری اسلامی از حدت حضور مردمانش تو که خیابان به تعب اومده، امروز رفته با قطر بر سر همون میثاق گرفتن گاز ایجاد ارتباط کرد. چینی که گسترده ترین منفعت رو در طول این سالهای سیاه حاکمیت جمهوری اسلامی از پیکره ربایش اقتصاد ایران به جیب خودش برد. عین همین کار رو بر سر نفت رفته با یک کشور دیگری داره قرارداد میبنده. برای ستاندن گاز رفته با ترکمنستان داره قرارداد میبنده. یعنی پرسش به سوال شما، یعنی پاسخی که برای پرسش شما من منظور میکنم، بیش از هر چیزی با منافع این دولت ها گره میخوره. اگر مقاومت، پایداری، اون سطح از جنبش در واقع دادخواهی در خارج از کشور به سرعت اقدام نمی کرد و نه در هیکل وجودی 4 نفری که شخص نوری رو شکار کرده بودن، بلکه بدل به گسترده ترین پیکره جنبش دادخواهی شد. یعنی گروه ها و سازمان ها، من که این دارم میگم چون کسی هم که روی این موضوع کار مشخص کردم و لحظه به لحظه دادگاه نوری رو دنبال کردم، در اون موقعش نوشتم ما در خارج کشور هیچگاه میزی نداشتیم که دورش گسترده ترین پیکره نمایندگان گروه ها و سازمان های سیاسی، هم از اونایی که هستن اونایی که نیستن گرد بیان، ولی تو این دادگاه گرد اومدن. چرا؟ به دلیل اینکه بر سر یک منفعتی میخواستن تعریف بشن، اون دفاع از موجودیت خودشون به عنوان کسانی که زخمی نظام بودن و دادخواهی یاران خودشون
که زیر تیغ این نظام جانشون رو در اون کشتار خوب 67 از دست دادن. اگر این حدت رو در روی نبود ای بسا که میتونست در واقع او هم زیر سبیلی در بره. کما اینکه خود این ماجرا توی برلین هم اتفاق افتاد، توی این ماجرا به نوعی در خود فرانسه هم اتفاق افتاد. اونجا هم بعد از یه مدتی عاطل بختیار رو تحویل جمهوری اسلامی دادن. یعنی منافع دولت هاست که همواره نگاهشون رو نسبت به واقعیت اون چیزی که در شرایط اجتماعی ایران میگذره با سطحی از بی‌توجهی و کم توجهی میبینن. ولی هر قدر که این مقاومت به پایداریش به استمرارش در واقع قدرتمندتر بشه، قوام بیشتری پیدا بکنه، خواسته ها از سطوح شعارهایی که خودش آغاز کرده بود به سطوح شعارهای تعمیق یافته تری برسه که داره میرسه، خودش نشانه اینه که اونها در واقع گردن بگذارن در مقابل واقعیت وجودی در واقع موقعیت نیروهای اجتماعی تحول طلب جامعه ما. تایمز در واقع برای سال که توش هستیم زنان کشور ما را به عنوان در واقع قهرمانان سال برگزیده. این نشانه یک سطح از تحول خواهی یک نیرویی که حاکمیت او رو نمیبینه، قوای سرکوبش اون صحنه ای رو از خودش به جا میذاره که الان از زبان تو من شنیدم، نخونده بودم این جایی که چنین قضاوتی، رصافت و بیرحمی و در واقع زخمی از خودشون بر سر خواهران و مادران ما توی خیابان‌های ایران دارن میگذارن که مثلا در واقع تکرار اون صحنه‌های جنایت‌باریه که توی اصفهان آفریده بودن با اسدپاشی و روی پیکره دخترکان جامعه ما، زنان جامعه ما که اونها رو به عقب نشینی واگذارن. امروز هم همینه، وقتی که بر تن و بدن یا چشم یک دختری ساچمه میزنن و اون رو کور میکنن، یعنی میخوان امکان استمرار و ادامه زندگی رو براش ناممکن بسازن. و این نشانه بیرحمی، قساوت و یک نوع شکنجه‌ایه که تنها یک نظام شکنجهگر میتونه چنین صحنه‌های نابکارانه از خودش به جای بگذاره. من نمیدونم چقدر وقت داریم، دوست داشتم که یک نگاهی نسبت به 16 آذر هم داشته باشم اگر شما موافق باشید. حتما اتفاقا پرسش آخرم راجع به همین قضیه است رفیق امیر. پرسش آخر من اینه که ما جنبش دانشجویی رو داشتیم، توی این مدت هم واقعا فعال بوده. عموما جنبش دانشجویی رو خیلی از کارشناسا به عنوان یه جنبش سیال میشناختن، یعنی زیاد روش حساب باز نمی‌کردن، بیشتر روی جنبش کارگری مانور میدادن. اما ما دیدیم نه، همون جنبشی که سیال خونده میشد، حالا ما میتونیم این سیال بودنش رو هم نقطه ضعف بگیم یا نقطه قوت، و دیدیم نه، به موقعش اومده به عرصه، با وجود بازداشت‌های گسترده‌ام بوده، اما عموماً داخل محوطه دانشگاه بوده. چه کار باید کرد که ما همونجور که شما گفتی باید خیابان‌ها تسخیر بشه، باید حضور مداوم داشته باشیم. خب دانشجو به تنهایی نمیتونه، جنبش دانشجویی باید هر چه بیشتر توده‌ای‌تر بشه، با جنبش‌های دیگه اجتماع پیوند بخوره، مثل جنبش کارگری، مال معلمان، جنبش بازنشستگان، مال باختگان و چه کار باید کرد که جنبش دانشجویی به عنوان قشر فریخته، به عنوان قشری که شمع فروزانی رو در مقابل جهل و جنون رژیم روشن کرده، بتونه موفق و آینده رو برای اینکه نهادینه بشه دموکراسی در این جامعه در واقع به پیش ببره. خب سوال در واقع فوق‌العاده گرانجانی از این زاویه که جنبش دانشجویی خودشون رو دریافت و تلاشش این بوده که در همون روزهای آغازین به پا خواستن این جنبش از صحنه محیط دانشگاه و دانشکده‌های مختلف خودش به خیابان بکشونه و اونجا سعی بکنه که با جنبش خیابانی گره بخوره. در خیلی مواقع هم این کار رو به شکل بهینه‌ای انجام دادن و یادمه که از دانشگاه تهران پلی‌تکنیک گروه‌هایی بلند شدن به طرف بازار تهران به حرکت در اومدن و در واقع یک سطح رد مثبتی از خودشون به جا گذاشتن. اما جمهوری اسلامی 16 آذر امسال رو به اعتقاد من فراموش نخواهد کرد. این رو
بر اساس فیلم ها و تصاویر و گزارشات منتشر شده حداقل تا به امروز 33 دانشکده و دانشگاه تو سراسر کشور به شکل فعال روز دانشجو رو گرامی داشتن و قدم بزرگی در مسیر اتحاد و همگرایی با جنبش کارگری و زحمتکشان به طور اخص و جنبش آزادیخواهی مردم ایران به شکل عام به جلو بردن. وقتی که شعارهای فرزند کارگرانیم کنارشون میمانیم نشون میده که جنبش دانشجویی ایران امروز پیکره وسیع و گسترده‌ای از فرزندان زحمتکشان جامعه ما رو با خودش تعریف میکنه و فصل مشترکات اون چه که جنبش دانشجویی رو به هم گره میزنه در واقع مسیر دادخواهی پدران خودشون در عرصه محیط کار و رنج و زحمت اونها هم هست. دانشجو کارگر اتحاد در واقع یه شعار نجواگونه و درگوشی نیست، بلکه شعاریه که تبلورش رو از واقعیت خود این جنبش در واقع تعریف میکنه. یا مثلا میگه دانشجو بیداره از استبداد بیزاره، به معنی اینه که اولا استبداد رو شناخته، اون رو در تنها هیکل وجودی حراست دانشگاه نمیبینه، بلکه اون فرمانده قوایی میبینه که حراست رو آفریده و بعد سرش گذاشته تا بخواد مرتب لولوی سرخرمن باشه بر سر اون و انگاره های روزمرگی زندگی دانشجو رو رصد بکنه. اون تلاش میکنه که این شعار بده که دانشجو بیداره از استبداد بیزار. من یه نکته رو میخوام، اون چی که از 16 آذر سال 1332 در دانشگاه تهران آفریده شد، یعنی نجوایی که حاکمیت شاه برای نوعی در واقع فرش قرمز پهن کردن زیر پای کوتاچیان آمریکایی با دعوت از نیکسون معاون وقت آیزنهاور تلاش میکرده که در واقع صبوحیت کودتای بجا مانده از خودش آمریکا، انگلیس و روحانیت اون روزگار، یعنی که در هیکل وجودی کاشانی تولد پیدا میکرد و حتی شهبان بیمخ روزگار، یعنی قدردانبندانی که با در واقع کشوندن مثل بسیجی های امروز با کشوندن نیروی خودشون تو کف خیابون ها در واقع دهندری میکردن در مقابل نیرویی که مخالف کودتا بوده در اون روزگار تا فرش قرمز پهن کنن، به اشتباه روزگار دانشگاه رو برگزید. فکر میکرده که دانشجو نه تنها این سفره رنگینی رو که برای زیر پای نکسون پهن کردن بر نمیتابه، بلکه تلاش میکنه که یه سطح از مقاومتی از خودش نشون بده. مقاومت اون روزی در واقع جنایت آشکاری رو با گلوله باران و فرزندان مردم از خودش به جا گذاشت که ردش ختم شد به در واقع قتل. باز میخوام رفیق امیر، ما کمتر از 2 دقیقه زمان داریم، همین 2 دقیقه یه جنبندی کوتاه کنیم ممنون میشم. همین 2 دقیقه میبندم. یعنی در واقع اون چه که دیروز من توی این سطح شعارها شنیدم که فریاد میزدن عامل خون در آذر تاج و عمامه بر سرند، یعنی نشون داده که دانشجو دریافته که جنایت 16 آذر آنی نیست که پسر شاه شازده معروف خواسته در واقع پیام بفرسته برای دانشجویان. نمیفهمیدی که آقا این جنایت حاصل عمل پدرش بوده. این سطح از بیخبری، این سطح از نادیده انگاری یک جامعه 85 میلیونی و جنبش عظیم دانشجویی بر نمیتابیده که این شعار از توش میاد بیرون، عامل خون آذری تاج و عمامه بر سریه. در واقع اون جنایت آفریده شده اون روزگار امروز این گونه توی این سطح از شعارها خودش رو داره متبرر میکنه و این شعار لحظه به لحظه از دهانی به دهانی، از شهری به شهری، از روستایی به روستایی دیگری داره هوابا میشه که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، چه در پیکره شاهی بخواد برای مملکت تراشیده بشه دیده میشه، در پیکره رهبری که در هیکل وجودی
رفیقم سپاسگزارم. متاسفانه تایم ما تمام شد این برنامه، اما حتما در برنامه آتی دوباره راجع به این مسئله حتما صحبت خواهیم کرد. باید موشکافی بشه و ارتباطش با جنبش‌های دیگه، این که بتونیم عرصه خیابان رو گسترش بدیم، نیاز داریم به بحث بیشتر راجع به این قضیه. از حضور پربارتون در این برنامه بسیار سپاسگزارم. به خاطر وقفه‌ای اوایل برنامه پیش اومد از شما عذرخواهی می‌کنم. از شما به خاطر این دعوت از من و گفتگویی که با شنوندگانتون داشتم سخت سپاسگزارم. امیدوارم که فرصت دیگری باشه که بتونیم با هم گفتگو داشته باشیم. حتما. خسته نباشید. شبتون بخیر. بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، برنامه ویژه دیگه‌ای بود راجع به خیزش انقلابی مردم ایران که تقدیم حضورتان گردید. تا دیداری دیگر همه شما رو به خوشی و سلامتی می‌سپاریم. سربلند باشید. پاشو بیا بیرون سرتو بالا کن، پاشو اسم مهسا رو صدا کن، پاشو بیا همه قفلا رو بشکن. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.